بچه چون داشتم فکر میکردم یه روزی همه ما تسلیم مرگ میشیم. خب همه ما دیگه هیچ چاره‌ای نیست، بدن ما باید تسلیم مرگ میشه. چرا ما تسلیم خدا نشیم؟ چرا تسلیم بابا جون نشیم؟ اینقدر ازش یه چیزی خواستیم، اینقدر گفتیم آقا اینو میخوام اونو میخوام، ایراد نداره، ولی به یه جایی میرسیم میگیم آقا من تسلیم. یعنی چی؟ اینطور که معلومه تو داخل من یه کارایی رو داری انجام میدی، رو من یه کارایی رو انجام داری میدی.